طراحی و چاپ ده‌ها هزار جلد کلام الله مجید ویژه فلسطین در مؤسسه رستو، بزرگترین مرکز چاپ و نشر قرآن کریم مالزی. قرآن‌هایی مزین به نقش و نگاره‌هایی برگرفته از فرهنگ و هنر و معماری فلسطین و مردم مقاومش. ما همه مسلمانیم و خوشحالیم قرآنی به یاد فلسطین همراه با نقوشی از هنر و فرهنگ این سرزمین طراحی و منتشر شده. من و همکلاسی‌هام اومدیم تا با خرید قرآن‌های وقفی به سهم خود از مردم بی‌پناه غزه حمایت کنیم. قرآن‌هایی که با هدف وقف همه درآمد حاصل از فروشش برای کمک به برنامه بلند مدت بازسازی غزه پیوسته در حال چاپ و نشر. 15 or more districts in Palestinian when put it together in the Quran. بیش از 50 نمونه طرح و نقش‌های مربوط به هنر و معماری و فرهنگ فلسطین رو با رنگبندی و ترتیب متفاوت در هر جزء به همراه ترجمه انگلیسی در حاشیه هر صفحه با هدف آشنایی دنیا با مسئله فلسطین در این قرآن به کار برده ایم. مرحله آغازین این طرح با تهیه و چاپ 20,000 نسخه به پایان رسیده و بیش از 10,000 جلد هم هر کدام به ارزش 100 رینگیت معادل $22 به فروش رسیده. ما با نیت کمک به فلسطین تحت ظلم و ستم این قرآن‌های وقفی رو خریداری می‌کنیم. به قصد یاری برادران و خواهران فلسطینی در طرح خرید قرآن وقفی مشارکت کردم. طرحی که قراره با مشارکت و همکاری کشورهای خاورمیانه جهانی بشه. ایران به عنوان کشور پیشرو و حامی اعلام آمادگی کرده برای تهیه، چاپ و فروش قرآن‌های وقفی فلسطین با مالزی مشارکت کنه. ضمن ارسال قرآن‌های وقفی به کشورهای خاورمیانه برای فروش، از مشارکت اونها برای سرمایه‌گذاری در این طرح بین‌المللی استقبال می‌کنیم. ابتکار مالزیایی‌ها در چاپ و نشر و فروش کلام الله مجید به نام فلسطین حالا با استقبال گسترده مردم این کشور مواجه شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز چاپ و نشر قرآن کریم مالزی، پوتراجایا.